بهرام آقای مهمان بازی چطور بود؟ والا همه گفتم برید ما هم رفتیم دیدیم نه بازی اونقدر بدی هم نیه خوبه این سری اسکول گفتم نری که درد نمیخوره. سارینا کجا داری میریم؟ کجا؟ کتاب خون. کجا هست اون موقع اون کتاب خون؟ شهید سلیمانی. اوکی. پایین چیز. همون چیز. آره همونجا دیگه. اونجا داریم میریم پس. میرسه. بریم. چطورید بچه؟ ما رسیدیم سر لوکیشن، حالا هماهنگیاشو انجام بدیم. البته قبل اینکه هماهنگی‌ها رو انجام بدیم یه مهمون ویژه داریم از بابراس عزیز. های من بابراس با برنامه ذلت خلاصی که بچه ها بهرام تازه قیافت خب نشون بچه ها بودیم لاغر بده حالا بچه ها ای بله. آره مهمون ویژه داریم، هماهنگی های لازم رو انجام بدیم با اتاق فراره. اسم اتاق فراره چی بود؟ کتاب خون. آره کتاب خون. بگیم رسیدیم و بریم با ما باشید، برید تو کله برام. هلو، حالتون چطوره؟ امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. ما براتون یه قسمت کوچیکی از فضاسازی رو گرفتیم که توی ویدیو براتون بذاریم. این دقیقاً فضای اول بازی شماست. بریم که بقیه ویدیو رو ببینیم. بعد بازی بچه ها تخلیه ترس به اینو بازی نده تنه درخت. آقا بریم برای ریویو. خدا خب خدایا ما بازی رو انجام دادیم، بازی خوبی بود، دوست داشتیم. از پرزنت اول بخوام براتون شروع کنم، بگید بچه ها نظرتون رو. خیلی خوش برخورد بودن. خیلی خوش برخورد بودن. یکیشون هم شبیه رضا موشک بود. پرزنت چطور بود دارم؟ والا خوب بودن، بچهای با ادبی بودن، دوستشون داشتیم. آره اخلاق داشتن، مرا معرفت داشتن. آره خیلی همکاری کردن با ما. آره منم منظورم همین بود. بچه‌ها در واقع یعنی خیلی بچه‌های خوبی بودن، هم پشت تلفن، هم حالا پرزنت آخر، هم پرزنت اولی. آره خیلی خوش برخورد. آره خیلی خوب بود، دوستش داشتم. خب راجع به فضا سازی بخوایم بگیم این چیه؟ خیلی خوب بود. آجی دیوونه است. واقعا یه خونه شیطانی بود خیلی. یه خونه شیطانی بود. بچه یه ذره پیش فعاله. شیطانی بودنش حالا به کنار بذاریم، یه خونه خیلی معمولی و عادی بود ولی سنگین بود. نه اوکی بود ولی عجیبیا. الو نه کجا گرفتیم؟ ولی یه طبقه پایین خونه بود که اونجا خیلی دکورشون در برده بودن. انقدر همه چیز طبیعی درست کرده بودن که مثلا تو واقعا فکر می‌کردی همه چی واقعیه.
آره. نمیفهمیدی که این دکوره، واقعا فکر میکردی واقعیه. اونجاش خیلی قشنگ بود. راست بگو. من حقیقتا هیچی راجبش نفهمیدم، چون راجب سناریو هیچ ربطی به سناریو نداشت. هیچ ربطی معما به سناریو نداشت به نظر من. ببین معماهاش اصلا قابل حل نبود. این کلهش یعنی چیزا هستن پاک میکنن جارو گرد بیرون میکنن. هینخی عقب خودش میگه هینخی پادگانم. ببین ما بازی کم نرفتیم. خب مدل و روش حل کردن معماها رو توی اتاق فرمی آقا تو دنبال ترتیب باید بگردی، بعد دنبال اون حروف و عدد و نمیدونم جهت و اینا. اول ما ترتیبش رو پیدا کنی حالا یا اون رمز رو. ولی اینجا اینجوری بود که اول رمز رو پیدا کنی بعد ترتیب. نه ترتیب داشت ولی اگه بهت هیچی راجبش نمیگفتن تو هیچ جوره نمیفهمی. یعنی مثلا شم 1 میلیمتر تمامش راهنمایی داشت اصلا کوتاه‌تر از اون یکیه. خب این با چشم غیر مسلح قابل دید نیست. ولی معما من دوست داشتم. من کلش رو داشتم چیز میکردم دیگه، همش راهنمایی بود. چیزی خودمون اولش پیدا نکردیم. معما نه. اکت بی‌نظیر، فوق‌العاده. یه فیسایی بچه‌ها اینجا می‌خورن. من آره این آره من نه. ببین خودش هم یه جایی آره. فیسای من توی این اتاق خوردم با فاصله اینقدر. آره بابا که حالا مشکل نداره ها، ولی خب یوزر باشه. یوزر بچه کسایی هن که بازی تا حالا نرفتن. خب نرفته باشن کم رفتن. یوزر باشه به نظر من اون چیزی که من شاخ یکی رفت تو چشم من اون اتفاق براش بیفته به نظرم خوشایند نیست. ولی خب ما حالا چیزی نگفتیم و تشویق کردیم. عادیه. اکتاشون خیلی قوی بود. نه طبیعیه، داشتن خیلی تلاش آره ما هم خیلی انرژی دادیم واقعا. برام بهترینشون رو بذارن و خب واقعا هم گذاشتن. خیلی پیش میاد این موقع. مثلا من خیلی وقتا می‌خواستم اکت بزنم انگشتم رفت تو چش یارو. شاخت ولی نرفت. شاخ نداشت. شاخ گفت من داده آها اینو ما تعریف کردیم تو اون ویدیو. آره ببینید بچه‌ها که آشنایی با ما رو ویدیوشو دیده باشن متوجه این سناریوی داستانی ما میشن. حالا دیگه اینجوری بود. آقا این بود از ریویو اتاق فرار کتاب خون. امیدوارم تا اینجای ویدیو که با ما بودید لذت برده باشید. بچه‌ها ویدیو حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو حتما لایک کنید، کامنت یادتون نره اصلا و زنگوله رو هم بزنید که ناتیف سریع براتون بیاد. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.